رهبران بزرگ سیاسی این احساس را پرورش می‌دهند. تاجران موفق آن را گسترش می‌دهند و بازیگران مشهور از آن بهره می‌گیرند و هر کس که می‌خواهد از نردبان موفقیت بالا برود، باید این خصوصیت را در خود تقویت کند. کانال روانباز تقدیم می‌کند. افراد با جذبه معمولا خوب گوش میدن و اغلب شانس‌های بیشتری نصیبشون میشه. فرصت‌هایی به آنها داده میشه که شاید دیگران هرگز چنین فرصت‌هایی رو به دست نیاورند. این افراد ممکن است به خاطر کارهای بخشیده شوند که دیگران به خاطرشان به دار آویخته میشوند. چیزهایی به آنها گفته میشود که شاید دیگران هرگز آنها را نشنیده باشند. مردم از آنها عذر میخوان، از سر راهشون کنار میرن و همیشه به خاطر شک و تردیدی که دارند به آنها سود میرسونن. تصور کنید که فردی با حالت شدیداً گیرا و با نفوذ به سمتتان میآید. در این موقع شما مورد تهاجم جذبه آن شخص قرار گرفته اید. احساس ارزشمند بودن. حتما تا به حال با افرادی ملاقات کرده اید که قادر بودند شما را با جذبه خود مجذوب کنند. به نظر می رسید که آنها شما را واقعاً دوست دارند. برای نظر شما ارزش قائلند. تمام توجهشان را به شما و نه هیچ کس دیگر اختصاص دادند. وقتی در کنار شما بودند بدون توجه به اینکه فرد دیگری آن اطراف است، هیچ کس جز شما برایشان وجود نداشت. آنها چنان رفتار کردند که شما احساس می‌کنید جذاب‌ترین و مهمترین شخصی هستید که تا به حال ملاقات کردند. برای اینکه از مصاحبت با آنها لذت ببرید، قضاوت و انتقاد درباره آنها را کاملاً به تعویق انداختید. آیا به خاطر دارید که چه احساس شگفت‌انگیزی داشتید؟ شرط می‌بندم که احساس ارزشمند بودن می‌کردید. به این فکر کنید که چه قدرتی لازم است تا بتوانید کسی را وادار کنید که درباره خودش به احساس شگفت‌انگیزی برسد. این احساس بی‌حد و حصر است. رهبران بزرگ سیاسی این احساس را پرورش می‌دهند. تاجران موفق آن را گسترش می‌دهند و بازیگران مشهور از آن بهره می‌گیرند و هر کس که می‌خواهد از نردبان موفقیت بالا برود، باید این خصوصیت را در خود تقویت کند. تقریباً هر کسی که با مردم سر و کار دارد می‌تواند از جذب بهره ببرد و هر کس که می‌خواهد از نردبان موفقیت بالا برود، باید این خصوصیت را در خود تقویت کند. چه وقت و کجا؟ چه وقت و کجا توانستید این احساس خاص را در دیگران ایجاد کنید؟ چقدر فکر می‌کنید که این موهبت می‌تواند در زندگی فردی و دنیای تجاری شما ارزشمند باشد؟ باور کنید مطلقاً نمی‌شود روی آن قیمت گذاشت. وقتی قدرت این را دارید که به مردم احساس خاص بودن ببخشید، بدون درنگ پاداش آن را هم دریافت خواهید کرد. راهکارهایی برای جذب دیگران. تصمیم بگیرید که امروز می‌خواهید قدرت جذبه را در خود تقویت کنید و در ارتباط خود با دیگران آن را تمرین کنید. این تصمیم شما را به سوی انجام کارهای سوق می‌دهد که بتوانید افراد دیگر را وادار سازید درباره خود احساس شگفت انگیزی پیدا کنند. نسبت جذبه‌ای را که در حال حاضر دارید اندازه بگیرید. به خودتان در این باره که تاکنون چقدر با جذبه بوده اید از 1 تا 10 نمره بدهید. سپس از فردی که شما را می‌شناسد نیز بخواهید به شما نمره بدهد. هر عددی که این شخص به شما اختصاص دهد اندازه واقعی است. اکنون شما آماده اید تا خود را به فردی کاملا با جذبه تبدیل کنید. روانی باز با کانال روانباز.